بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع منهجهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم هزاران حمد و ثنا و صفت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظیم سلطانك. به الله حمد و ثنا و صفت میفرستیم به امو قسمی که به جلال و عظمت شایسته هست، که باز هم ما را توفیق عمر و توفیق به ای داد که باز هم درسی از درسای عقیده را بخوانیم و هر آیتی از قرآن که بشنویم الله متعال در ایمان ما زیادت بیاره. دوستای عزیز، موضوع امروز ما و شما نقص یا شکستن ایمان با انکار کل یا بخشی از قرآن است. یکی از مرضهای خطرناک، بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از نواقض خطرناک ایمان بسیاری از مسلمان ها را مشکنانه و از بین میبره، او چی هست؟ شخصی که کلمه میخوانه و ادعا میکنه که من مسلمان هستم، به شکل از اشکال تحت تأثیر هر حالتی که باشه از آیات قرآنی انکار میکنه. یهودیا به می شکل از بعضی از آیات تورات انکار کردن، قبول نکردن، یا به مزاجشان برابر نبود و یا هم تحت هر شرایطی که قرار داشتن و یا هر قسمی که بود بعضی از آیات قبول نمی کردن و انکار می کردن. در قسمتی از اونها الله سبحانه و تعالی در سوره بقره در آیت 85 میگه که افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. آیا شما به بعضی از کتاب ایمان میارین و به بعضی دیگهش کافر میشین؟ یعنی اسلام و دین الله که است تجزیه نمیشه که ما بگیم مثلا من اینی آیات قبول دارم بنابراین من مسلمان هستم، اینی قسمت های دیگهش قبول ندارم، پروا نداره. در اسلام اگر کس از یک آیت قرآن، حتی از یک کلمه قرآن، حتی بعضی از علما میگن که حتی از یک حرف ثابت شده قرآن انکار میکنن، این شخص از دایره ایمان خارج میشه. چی بسا که یک کسی از چندین آیت قرآن انکار بکنه. الله متعال بر زنا گفت که فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم. پس چیز جزای کسی که از شما این کار میکنه؟ الا خزی، دو جزا الله برش میده. خزی فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا خواری و ذلت نصیب میکنه. و یوم القیامت، و در روز قیامت تردون الی اشد العذاب، به سختترین عذاب. سختترین عذاب برای کی هست؟ بر انسان کافر و بیدین است. ثم و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون. و الله غافل نیست از آنچه که شما عمل میکنید. این آیت شریف در قرآن عظیم شان برای عزیز ذکر شده. حکمتش چی هست؟ که ما کسانی که پیروان قرآن هستیم، پیروان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، ما امت آخرین مثل اونا بنی اسرائیل نشیم که این کارا بکنیم. ولی متاسفانه مثالایی که من خدمتتان پیش میکنم شما میبینین که بسیاری کسا متاثر به اندیشه های باطل میشن، متاثر به شبهات میشن، متاثر به تبلیغات دشمنای اسلام میشن، متاثر به رواجهای قومی میشن، متاثر به فرهنگهای خود میشن، متاثر به جنس پرستی و جنسیت پرستی و یا هم طرفداری و یا داخل شدن در یک حزب و گروه و طایفه
بالاخره سبب میشه که تعصباتی در وجود از انسان پیدا میشه، افکار این انسان می داشته باشه که سبب عظیم میشه که بسیاری آیات قرآن انکار بکنه و باز ادعا بکنه که من بهترین مسلمان ها هستم. مثلا اگر ما مثال های از این بگیریم از انکار آیات قرآن، خود دو قسم است. بعضی کسا هستن که اونا بیخی انکار میکنن از قرآن و از سنت، مکملا بیخی قبول نمیکنن و رد میکنن، مثل که ما شما در بسیاری از رسانه ها میبینیم که بعضی کسا مثلا 5 سال پیش ادعای ایمان میکرد و امروز صراحتا میگه که من کافر هستم. کاملا مثلا قرآن انکار میکنه، ولی با وجود از این هم باز میگه که من مسلمان هستم. اگر برش بگی که تو مرتد هستی و تو کافر شدی و تو از دایره ایمان خارج شدی، میگه شما مرا دشنام میتین، شما بد اخلاق هستین. نه دوست عزیز، ما بد اخلاق نیستیم. کسی که از دین اسلام از یک آیت قرآن هم انکار میکنه او مرتد میشه و این الله گفته و رسولش گفته صلی الله علیه و سلم و ما مکلفیت داریم که آنچه که الله گفته اطاعت از او بکنیم. خب حالا مثلا بعضی اوقات انکار آیات قرآن به چی میشه که مثلا آیاتی که در وحدانیت الله هست، در ذاتش، نسبت دادن پسر، دختر، فرزند، مادر، پدر، این در بین یهود و نصارا هست، لکن الحمدلله در بین مسلمان ها نیست. و در بین مسلمان ها یک مشکل هست که بین خود و بین خالق واسطه قرار میدن، واسطه ای که اونا را به الله نزدیک بسازن. این مشکل است که با الله مثلا شریکای میرن که او شریک الله مشکلات از اینا را حل میکنه، و یا او شریکی که عریضه های از اینا را میگیره به الله پیش میکنه. باز میگه ما روسیا هستیم، شرمنده هستیم، پیش از این شخص میریم، باز این شخص العیاذ بالله نازدانه هست و فلانی هست، باز این عموم چیز ما را به الله پیش میکنه. دومی است که انکار صفات الله سبحانه و تعالی میشه. بعضی اوقات مثلا بعضی کسا هستن که از آیات را انکار میکنه که درباره صفات الله هست. صفات الله سبحانه و تعالی آیات چه قسم است؟ ما و شما بسیار در درس های عقیده خواندیم که الله متعال دارای صفات زیادی هست. این حال بعضی ها هستن که از آیات صفات چی میکنن؟ انکار میکنن. یک صفت از صفات الله را انکار میکنن. امروز بسیاری کسا هستن، حتی شما ببینید در شبکه های اینترنتی، یک فالبین یا یک جادوگر یا یک تعویضگر ببینیم که ادعای علم غیب میکنه. مثلا یک کسی پیش یک جادوگر میره یا پیش یک فالبین میره، او فالبین برش میگه که 1 هفته بعد بالای تو اینی مشکل میه. خب این فالبین از 1 هفته بعد مشکل ما چی خبر داره؟ و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. الله میگه یک نفر نمیفهمه یک انسان که من صبح چی میکنم. ما از صبح خود خبر نداریم، ما از 2 دقیقه بعد خود خبر نداریم که زنده هستم یا مرده. میشه میل جریان درس یک راکت از بالا به و بالاخره ما جای به جای شم، خبر ندارم که درس تکمیل کردم میتونم یا تکمیل کردن نمیتونم. این میخیزه ادعا میکنه که 1 هفته بعد بالای تو یک مشکل میه. خب این شخصی که امی گپا گفتی چی شد؟ این ادعای علم غیب کرد و مراجعین از این کسی که باز گپ از این قبول میکنه، باز برش میگه والا اگر این مصیبت سر من میه ایره چه قسم تو رفع میکنی؟ بازی میگه برای من قدر پول بده، باز من این مشکل یعنی تقدیر تو را تغییر میدم. پس اینجا فالبین جادوگر آیات قرآنی که علم غیب مخصوص الله گفته است از این آیت انکار میکنه و خود با الله در علم غیب شریک میسازه. و این کسی که این تایید میکنه و تصدیق میکنه و پیش از این جادوگر میره و پیش از این فالبین میره و این برش از آینده خبر میده و کف دستش میبینه و از حالاتی از این خبر میده، این اکثر تو چند تا طفل به دنیا میری و با کی ازدواج میکنی و چی مشکلات میداشته باشیم. این حال این شخص
تصدیق کرد این انسانی که این ادعا را کرده و با این تصدیقش انکار کرد آیات قرآن را که درباره چی هست؟ درباره علم غیب الله هست که عالم الغیب و شهاده، الله عالم غیب و شهاده هست. علیم بذات الصدور، او ذاتی که از قلبها آگاه هست، او ذاتی که مثلا از مستقبل و آینده با خبر است. این متوجه هستین؟ یا آیات قرآن انکار میکنن. بعضی قسم سوم کسایی هستن که مثلا در افعال الله سبحانه و تعالی آیاتی که مربوط افعال الله هست انکار میکنن. ابراهیم علیه السلام میگه که و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض شوم الله مرا شفا میده. ابراهیم علیه السلام پیغمبر هست، نبی هست، ولی هست، پدر پیغمبرها هست، دارای مقامات بسیار زیاد است، ولی میگه من به کس شفا دادن نمیتونم، خودم که مریض شوم و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض شوم باز الله سبحانه و تعالی مرا شفا نصیب میکنه. این حال وقتی که شافی الامراض الله هست، دکتر یک چی هست؟ یک وسیله هست، دوا میده، عملیات میکنه، اما شفا دهنده الله هست. بسیاری کسا هستن که صفت شفا دادن الله را به مخلوق نسبت میدن. به فلانی زیارت برو که ای دندانت را جور میکنن، فلانی زیارت که از زیارت دندان است، فلانی زیارت مثلا زیارت اولاد است، سبحان الله، فلانی زیارت مثلا بر تو دختر میده، فلانی شخص مثلا تقدیر تو رو تغییر میده. در اینجا صفات الله را و افعال الله را الله متعال میگه که یهب لمن یشاء الذکور، برای یک کسی الله پسر میده. یهب لمن یشاء اناث، برای یک کسی الله دختر میده، برای کسی اردوش میده، برای کسی هیچ اولاد نمیده. این کلش مخصوص الله هست. قرآن عظیم شان این حال کسی که غیر مستقیم انکار میکنه از این آیات قرآن، پس فلانی کس، یا یک کسی هست مثلا دخترش خانهش دختر میشه، مسلسل مثلا 3 4 5 تا دختر میداشته باشه، باز برای خانم خود بگه که اگر این دفعه دختر آوردی باز متر طلاق میکنم. یعنی به این معنا که صفت دختر دادن و پسر دادن الله را به خانم خود داد و انسان اگر با این عقیده وفات میکنه از دنیا بی ایمان میره و ایمان از این مشکنه، چون آیت قرآن انکار کرد. خانم هیچ نقشی در اولاد خود نداره، الله هست که تعیین میکنه که دختر باشه یا پسر باشه. یهب لمن یشاء اناث، برای یک کسی دختر تحفه میده، برای یک کسی پسر تحفه میده، برای یک کسی هم دختر میده هم پسر میده، و یک کسی عقیم است هیچ اولاد نداره. بعضی اشخاص دیگه هستن که انکار میکنن از تشریع قوانین. الله متعال ذات حکیم است و الله متعال به اساس حکمت خود حاکم حکیم است. یعنی حکم میکنه که چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است، چی حق است، چی باطل است، کل زیر الله تعیین میکنه. بعضی کسا از این انکار میکنن و یا میگه که امروز آیات قرآن یا حدیث پیغمبر کفایت نمیکنه، باید ما قانون فرانسه یا قانون امریکا یا قانون انگلیس یا قانون یهود یا نصارا را اطاعت بکنیم. پس از صفت الحکیم الله و از آیاتی که الله متعال که گفته که یحکم و حکم میکنه الله، این حلال است یا این حرام. حتی پیغمبر صلاحیت حلال و حرام نداشت. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله یک روز گفت که من عسل نمیخورم، الله متعال برش گفت که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، ای پیغمبر تو چرا چیزی را که الله حلال کرده حرام میکنی؟ عسل حلال است،
اگر تو نخوری مردم فکر میکنن که پیغمبر نمیخورن، این حرام است. بنان پیغمبری حق نداره. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک، ای پیغمبر همسران تا ما برات حلال کردیم، تو صلاحیت نداری. ما برات گفتیم که تو اینقدر همسر گرفته میتونی، پس این حلال کردن و حرام کردن و جایز بودن و ناجایز بودن و حق بودن و باطل بودن، این بسیاری کسا وقتی که قوانین دیگر را میپذیره، قانون فرانسه را میپذیره، قانون امریکا را میپذیره، قانون روس را میپذیره و به او باور میداشته باشه که بسیار خوب قانون است و قانون مدرن است و امروز به درد ما میخوره و مشکلات ما را حل میکنه، این در حقیقت از تمامی آیاتی که درباره احکام الله هست انکار میکنه. متوجه هستین؟ بعضی کسای دیگه هستن انکار بعضی از عبادات. امروز کسای هستن مثلا از حج انکار میکنن. ببینید یک کسی مثلا یک کلیپ بر ما روان کرده بود، یک کس مثلا میخیزه و میگه که دوستا حال وقت ازی هست که ما و شما به عوض حج پول حج خود بتیم برای فقرا و مساکین و حج نریم. امی شخص اگر پرسان بکنی که وقتی که به حج نمیری در مملکت شما چقدر سیاحت است، مردم چقدر برای سیاحت میرن، شما زکاتتان به فقرا و مساکین دادین؟ اگر شما زکاتتان بتین، صدقات فرضی رو برای مساکین بتین، صدقات نفلی رو بتین، در اموالتان برای فقرا و مساکین یک حق تعیین شده باشه، پس شما فقیران مشکلشان حل میشه. شما چقدر به سیاحت میرین؟ امروز مثلا در ترکیه چند میلیون دلار مثلا عایدشان هست از سیاحت، میره کی میره؟ امروز مثلا از کشورهای اسلامی مسلمان ها چقدر مثلا در کشورهای دیگه برای سیاحت و ساتیری و چکر و میله میرن، چرا پول از او برای فقرا و مساکین تخصیص نمیتین؟ وقتی که در هر هتل برین شما در امی جایا سعی کنین که مثلا یک نفر در یک شب مثلا 20,000 30,000 40,000 افغانی را غذا میخوره، یا یک عروسی میکنه مثلا در عروسی خود مثلا 5,000 نفر خبر میکنن در هتل، پول زیر چرا برای فقرا و مساکین نمیتین؟ اما وقتی که باز چرا انکار میکنن از آیاتی که بالای یک مسلمان در طول عمر یک مرتبه حج فرض کرده است؟ این چی هست؟ این کفر است. به چی؟ به این آیات قرآن، انکار آیات قرآن. بعضی کسا هستن از جهاد انکار میکنن، والا جهاد خشونت است، جهاد باید نکنیم. و مثلا انسانی که جهاد بکنه، خب شاید یک کسی جهاد کرد در سابق اشتباه کرد، پس اگر یک کسی اشتباه کرد یا او غلطی کرد و یا شاید منافقی بوده باشه در لباس مسلمان خود داخل کرد و پسان باز آمد کارهای زشت کرد، این معنای زیر میته که ما از آیات قرآن انکار بکنیم؟ جهاد رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده، آیات جهاد در قرآن ثابت است، صحابه جهاد کردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در جهاد اشتراک کردن و بالفعل جهاد کردن. اینال وقتی ای کسای هستن که باز جهاد چی میگن؟ جهاد تروریسم میگن. اگر یک مسلمان جهاد کرد در مقابل یک تجاوزگر، در مقابل یک اسرائیلی تجاوزگر، در مقابل یک امریکایی تجاوزگر، در مقابل یک روس تجاوزگر، در مقابل یک کافر تجاوزگر، بازی میگن که ای تروریست است. اینال گفتن کلمه تروریست برای یک مجاهد و اطلاق تروریسم برای جهاد اسلامی معنای ازی است که این آیاتی که در مورد جهاد است را انکار کردن. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، نماز قبول داری جهاد قبول نداری؟ فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاة الدنیا و یوم القیامة یردون الی اشد. در دنیا الله ذلیل میسازه این انسان ها را و در روز قیامت هم به سخت‌ترین عذاب ها میرن. یا مثلا در آیات قرآن تکفیر شده کسایی که کافر هستند و کسی که مرتد میشه و الله متعال گفته ای کافر است.
قریشی ها میگفتن که ما پیروای ابراهیم علیه السلام هستیم، پیروای اسماعیل علیه السلام هستیم، کیلی کعبه پیش ما هست، حاجی ها را ما خدمت میکنیم. لکن الله متعال به رسول الله صلی گفت که همه از اینا را تکفیر کو یا خود بت پرستی میکنن در پالوی خدمت خانه کعبه. میگه ما پیرو ابراهیم علیه السلام هستیم. ابراهیم علیه السلام بت‌ها را مشکستان، اینا با بنا به پیروی از ابراهیم علیه السلام در اطراف کعبه 360 بت مانده. الله متعال به رسول الله صلی امر کرد که کل از اینا را تکفیر کو، برشان بگو قل یا ایها الکافرون، بگو برشان که ای کافران، بچای کاکایت است، عبدالزادایت است، قومت است، هر کسی که هست، کاکایت است، اهل قبیلهت است، خانوادهت است، هر کسی که هست، قل یا ایها الکافرون، بس بگو برشان ای کافران. از این خاطر اینا خیستن که شما پدرای ما را تکفیر کردین، ما را تکفیر میکنین و میگین که شما چی هستین. خب تکفیر هست دیگه. یا مثلا آیات قرآن هست که صراحتا در آیات قرآن آمده که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. الله متعال گفته که اهل کتاب یهود و نصارا کافر هستند، قرآن قبول نداره، یهودی قرآن قبول نداره، رسول الله صلی الله علیه و قبول نداره، نصرانی قرآن قبول نداره، این قبول نداره، این کافر است. اگر یک مسلمان هم بگه من تورات قبول ندارم، من انجیل قبول ندارم، من موسی را قبول ندارم، این هم کافر میشه. اینا باز میخیزن به نام از که ما مردمای بسیار خوب هستیم و میخوایم که مردم گزاره بکنیم. از او آیات قرآنی که یهود و نصارا را کافر گفته، مشرکین کافر گفته، مشرکای بت پرستای هندوستان اینا که هستن که کافر گفته هست، مشرک کافر است، پس از این انکار میکنن. اینالی چی میشه؟ سبب انکار بسیاری کس ها میشه از آیات قرآن. بنام از چی؟ بنام از که ما والا نمیخوایم که تکفیری باشم. خب قرآن تکفیر کرده، الله اول تکفیر کرد قریشی ها را. یهود میگفتن ما مردم بسیار خوب هستیم، پیروای موسی علیه السلام هستیم، الله متعال را تکفیر کرد و گفت شما کافر شدین. لعن الله الیهود و النصارى. نصرانی ها میگفتن ما پیروای عیسی مسیح هستیم، کتاب آسمانی داریم، انجیل داریم. الله متعال برشان گفت که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. یقینا که کافر شدن کسایی که ادعا کردن گفتن که العیاذ بالله سه خدا هست، فادر گاد و سن گاد و هولی اسپریت، نمیگن به نام سه خدایی یا تثلیث. اینا الله اینا را تکفیر کرده. شما میگید که من نمیکنم. خب شما که نمیکنین به این معنا که آیات قرآنی که اینا را کافر میگه یا آیات قبول ندارین، انکار میکنین و این بسیار خطرناک از دوستای عزیز. و بسیاری کساست به خاطر از که ولا کس خفه نشه یا دوستا خفه نشه، یا مثلا من در یک مملکت کفری زندگی میکنم، باز اینجا مثلا اهل از این مملکت خب نکو زندگی در اونجا که تو حق گفتن نمیتونی و تو ایمان بیان کردن نمیتونی، نکو اینجا زندگی، برو یک جای دیگه. اسماعیل علیه السلام کار در گردن خود قبول کرد و اسلام خود قربانی کار داره. نه ما باید بسیار لوکس باشم، بسیار خوب زندگی هم داشته باشم، بسیار عالی باشم و بسیاری آیات قرآن هم انکار میکنم. من یک مسلمان معتدل هستم. اینجا اعتدال این نیست، اعتدال در قرآن است. الله متعال اینا را چی کرده؟ اینا را کافر گفته هست. پس ما مکلفیت داریم که او کسی رو که الله کافر گفته ما برای کافر بگیم. این کسی که میگه والا مذهب الله ما را ببخش، یگان وقت ما یگان دفعه زبان من منظور من این است که تکفیری، اگر من میگم من تکفیری نیستم در کدام جای شنیده باشین، به این معنی نیست که من تکفیر نمیکنم. یهود کافر نمیگم، نصرانی رو کافر نمیگم، مشرک کافر نمیگم، مرتد کافر نمیگم، کلش کافر میگم. لکن او غلات یا کسایی که افراد در تکفیر میکنن مثل خوارج که یک نفر در گناه کبیره، مثلا یک نفر زنا کرد رو تکفیر میکنن، با این قسم تکفیر نمیکنیم. یعنی اگر یک نفر زنا کرد یا شراب خورد، این کافر نمیشه در نظر به عقیده قرآن و سنت. انسان کافر نمیشه کسی که مثلا چی کرده؟ شراب خورده یا زنا کرده یا دزدی کرده، گناه کرده، گناهکار گفته میشه و گناه کبیره کرده، اما این تکفیر نمیشه. بعضی کسا باز این هم تکفیر میکنه. ما میگیم که ما از جمله اینی کسانی هستن. یا کسای دیگه هستن که هیچ تکفیر نمیکنن و میگن که ما هیچ کسی را تکفیر نمیکنیم، میخوایم دوست زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. خب زندگی مسالمت آمیز، خودت که مسلمان هستی وقتی پیش یک یهود بریم میگه تو کافر هستی، یعنی ما پیش یهود کافر هستیم چون به عقیده از او باور نداریم.
نصرانی موتور مثلا نسل نصرانی مگه تو کافر هستی، تو عقیده مرا قبول نداری؟ خب طبعا خب این هست دیگه. این حال ما مسلمان ها باز چی میکنیم؟ نه ولا ما بسیاری وقتا از آیات شهادت انکار میکنن. بعضی کسا مثلا در عبادت ها شریک به امرای الله سبحانه و تعالی میکنن. مثلا نظر، این نظر سخی هست، این نظر ولی هست، این نظر بیبی هست. خب نظر ما به نام نظر سخی و نظر پیغمبر و نظر پیر ما نداریم در قرآن و سنت. نظر یک عبادت است و در هر رکعت نماز ما میگیم که ایاک نعبد، یا الله تمام عبادت ها را خاص بر تو میکنم، خاص تو را عبادت میکنم. بعضی کسا میره مثلا دست دعا، الدعا و هو العباده، رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که دعا عبادت است. پس چرا دست دعا را به غیر الله بلند میکنی؟ در پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و آله اگر بودی رویت به طرف قبله بکو و به بارگاه الله دعا بکو، نه دست به طرف از او گرفته، به خاطر ازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده هست. اشهد ان محمدا عبده و رسوله، ما شهادت میتیم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و رسول الله هست. بعضی کسا هستن ششم در مورد نظام سیاسی این کار میکنن، مثلا به نام جدایی دین از سیاست. ما والا دین باید یک چیز خوب از یک جای گوشه باشه و سیاست در جای دیگه باشه. برادر در آیات قرآنی که درباره سیاست است، تو پیرو کی هستی؟ اگر پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش حکومت اسلامی را نساخت در مدینه منوره. در صورت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سیاست ارتباط نمیداشت، خیلی حکومت چرا ساخت؟ و وقتی که حکومت میسازه، حکومت با سیاست ساخته میشه یا بدون سیاست ساخته میشه؟ به این خاطر انکار بسیاری از آیات قرآن که بر مورد سیاست است، ایره انکار کردن و باز گفتن که سیاست جای خدا داره. بله او سیاستی که سیاست کافرها هست، سیاست شیطانی هست، اما سیاست پیغمبرها که در او عدالت است، تطبیق عدالت است و تطبیق حکم الله هست و در اون مورد از آیات قرآن هست، انکار از این سبب چی میشه که یک انسان مسلمان از دایره ایمان خارج میشه.